بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله دروس اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در درس امروز ان شاء الله یک سری دیگر از دلایل اثبات رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مطرح خواهیم کرد که عبارت از اینه که آیاتی از قرآن کریم زمانی نازل شده که بسیار با تأخیر بوده، یعنی زمانی که احتیاج بوده به نزول آیه قرآن کریم، آیه قرآن نازل نشده، بلکه بعد از مدتی آیه قرآن کریم نازل شده. این خودش دلیلی از بر اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ چون اگر پیامبر خدا نمی بودن و یک انسان نعوذ بالله دروغگوی می بودن، میتونستن چندین آیه را از پیش خودشان بسازن و بگن که بله خدا چنین و چنان گفت. اما میبینیم که در حوادث متعددی رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که احتیاج دارن که آیات بیایه و تأیید بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، یا جواب سوالی که پرسیده شده داده بشه، میبینیم که وحی نازل نمیشه، بلکه با تأخیر بسیار زیادی نازل میشه. به این دلیل از پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم را از پیش خودشان نگفتن، بلکه کلام الله متعال است و پیامبر صلی الله علیه و سلم همواره منتظر نزول وحی میماندن تا که الله جل جلاله وحی نازل بکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمع مسلمان ها و مشرکین برسانند. از جمله بحث حادثه افک. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین و دیگر منافقین تهمت بسیار بزرگی رو به ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدتنا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وارد کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم تا یک کامل سکوت کامل بودند، چنانکه سیدتنا عایشه صدیقه خودش روایت میکنه که وقد مكث شهرا لا يوحى الیه فی شأن شیء. یک ماه کامل رسول الله صلی الله علیه و سلم مکث کردن، صبر کردن و در رابطه با من هیچ چیزی بر ایشان نازل کرده نشد. یعنی از این فهمیده میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که میدونستن که سیدتنا عایشه صدیقه پاک هستن، مبرا هستن، اما باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدن بگن که ای مردم چنین وحی بر من نازل شده، چنین کلامی بر من از جانب الله آمده یا آیه قرآنی نازل شده. نخیر، میبینیم که در سخت‌ترین حالاتی که احتیاج به آمدن وحی دارن رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت میکنن و چیز رو به طرف خدا نسبت نمیدن که خدا چنین و چنان گفته، بلکه یک ماه کامل فشار و سختی و حرفا و طعنها و نگاه‌های تحقیر آمیز رو و نگاه‌های دیگران رو تحمل میکنن، سخنانشان رو تحمل میکنن، اما به طرف الله جل جلاله چیزی نسبت نمیدن. تا اینکه به هر حال حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین روزها بعد از سپری شدن یک ماه آمدن پیش عایشه، فرمودن که یا عایشه فانه بلغنی عنک کذا و کذا، از تو برای من چنین و چنان رسیده، فان كنت بریئه فسیبرئک الله، اگر تو واقعا از این گناه مبرا هستی و پاک هستی، الله به زودی پاکی تو رو بیان میکنه. و ان كنت المنت بذنب فاستغفر الله و توب الیه، اما اگر مرتکب گناهی شدی استغفار کن و توبه کن. فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله علیه، بنده وقتی که اعتراف به گناه بکنه الله جل جلاله توبهش رو میپذیره. این روایت در صحیح بخاری حدیث 2518 و صحیح مسلم حدیث 2770 ذکر شده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که سخت منتظر وحی بودن که الله جل جلاله پاکی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بیان، پاکی سیدتنا عایشه صدیقه رو بیان بکنه، اما می‌بینید که باز هم چیز رو به طرف الله نسبت ندادن و این خود دلیل است بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن رو از پیش خودشان نیاوردن، بلکه از پیش الله متعال آوردن. و همچنین یکی دیگر از دلایل اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث تأخیر وحی در امر قبله می باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه به سمت خانه کعبه نماز می‌خواندند، اما وقتی که مدینه منوره تشریف آوردن، جل جلاله دستور داد که به طرف بیت المقدس نماز بخوانند و رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریبا 16 تا 17 ماه به سمت بیت المقدس نماز خواندند. اما هرچند که به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند، ولی باز هم قلباً دوست داشتن که به طرف خانه کعبه نماز بخوانند و خصوصا که بار بار به سوی آسمان نگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم میافتاد و نگاه میکردن و گویا که
دعا میکردن و پیش الله جل جلاله تضرع و زاری میکردن که ای بار الها قبله من رو سمت خانه کعبه بگردان. و الله جل جلاله رو بیان میکنه قد نرى تقلب وجهك في السماء، قطعا که ما میبینیم و میدیدیم ای بار بار رو آوردن تو به سوی آسمان. فلولینک قبلة ترضاها، پس قطعا که ما روی تو رو برمیگردانیم به سوی و قبله‌ای که تو از آن راضی خواهی شد و تو از آن راضی میشی. به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه تشریف آوردن و به سمت بیت المقدس شروع کردن به نماز خواندن، یهودی‌ها بسیار خوشحال شدند. ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلی الله علیه و سلم بضعة عشر شهر. رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریبا بالای 10 ماه به همون 16 17 ماه باشه به طرف بیت المقدس نماز خواندن. و کان یحب قبلة ابراهیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبله سیدنا ابراهیم علیه السلام رو دوست داشتن، یعنی خانه کعبه رو. فکان یدعو الله و ینظر الى السماء، رسول الله صلی الله علیه و سلم همواره دعا میکردن، به سوی آسمان نگاه میکردن تا بلکه الله جل جلاله به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور بده و سمت خانه کعبه رو بگردن. تفسیر علامه ابن کثیر رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 458 این رو ذکر کرده. خلاصه ای که با وجودی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قلباً دوست داشتن که قبلهشون خانه کعبه باشه، اما باز هم بنابر امر الله جل جلاله به سمت بیت المقدس نماز می‌خواندن. ولی چون نشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیش خودشان بیاین بگن ای مردم بیاین که وحی نازل شده و دیگه ما به سمت بیت المقدس نماز می‌خوانیم بلکه به سمت خانه کعبه. نخیر، انتظار کشیدن 17 ماه کامل نماز خواندن به سمت بیت المقدس. وقتی که وحی نازل شد اون موقع رو به طرف الله جل جلاله نسبت دادن و فرمودن که حالا الله جل جلاله قبله رو تغییر داده. همین انتظار کشیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم 16 17 ماه همین خودش دلیل بر این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر الله می باشد. از پیش خودشان کار نمیکنن، از پیش خودشان چیز نمیارن و از پیش خودشان یک وحی رو ایجاد نمیکنن. مسئله بعدی که دلیل بر اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه مسئله تأخیر وحی در باب سوالاتی است که اهل مکه از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند. اهل مکه به سرکردگی نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط اینها با هم دیگر مشوره کردند که بیایم بریم پیش اهل مدینه که اینها همه دانشمند هستند و از اونها سوالات رو بپرسیم و بعد این سوالات رو بیاریم از محمد صلی الله علیه و سلم سوال بکنیم تا بلکه بتونیم به ترتیب او رو ساکت بکنیم و او رو لاجواب بکنیم. به خاطر رفتن پیش احبار و دانشمندان یهود و از اونها درخواست کردن که شما سوالای از ما برای ما بدن تا اینها رو از محمد صلی الله علیه و سلم بپرسیم. خب او علما و دانشمندان یهود چند تا سوال پرسیدن. یکی از اونها بود که گفتن برین شما از این شخص بپرسن سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان من امر. از محمد صلی الله علیه و سلم بپرسن در رابطه با اون جوانهایی که در زمانهای گذشته در حال او تاج و تخت پادشاهی رو رها کردن، دربار پادشاه رها کردن و به غاری پناه بردن و امرشان چی شد، یعنی داستانشان چی باشه. باز یک سوال دیگر سألوه عن رجل طاف بلغ مشارق الارض و مغاربها. بدن از او در رابطه با او شخصی که بسیار سفر کننده بود و به مشرقها و مغربهای زمین سفر میکرد از او پرسنی ذوالقرنین. و همچنین سألوه عن الروح، از درباره روح از پیامبر صلی الله علیه و سلم بپرسن. 3 تا سوال کردن. یکی اصحاب کهف کیا می باشن، چه داستانی دارن؟ دوم ذوالقرنین کی بود و چه داستانی داره، چه سفرهایی و چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ و سوم روح چی است؟ بعد دانشمندان یهودی گفتن فإن اخبركم بذلك فهو نبی فاتبعوه. اگر توانست جواب این سوالها رو بده پس بدانید که او پیغمبر است و از او پیروی کنید. و ان لم یخبرکم فانه رجل متقوم. اگر نتوانست جواب بده یک شخص دروغگوی است، از پیش خودش کلام‌ها رو میسازه. پس نو فی امری ما بدلکم. اون موقع باز هر کاری که برای شما آشکار شده بود به او انجام بدن. می‌خواستن رجمن ببرن، می‌خواستن زندانی بکنن. در حال این سوالات رو گرفتن مشرکین مکه از دانشمندان یهود و آوردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوالا رو پرسیدن.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اخبرکم غدا بما سألتم عنه، فردا برای شما خبر میدم چیزایی که شما سوال کردید. ولم یستثنی، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم ان شاء الله نگفتن که فردا ان شاء الله برای شما خبر خواهم داد، گفتن فردا خبر میدم. به هر حال برگشتن مشرکین گفتن سیست فردا خبر بده. 15 شبانه روز گذشت و الله جل جلاله هیچ وحی رو نازل نکرد و نه جبرئیل آمد و نه وحی نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اوج احتیاج به نزول وحی بودن، هیچ وحی نازل نمیشد، تا جایی که اهل مکه رو به زلزله در آورده بودن و به سر و صدایشان و بوق و کرنایشان گوش عالم رو کر کرده بود. چه میگفتن؟ وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد اصبحنا فيها. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای ما گفته بود که فردا برای شما پاسخ میدم، اما امروز 15 روز گذشته لا یخبرنا بشیء عما سألناه عنه، تا حالا خب برای ما چیزی خبر نداد از چیزی که پرسید. به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار اندوهگین شدند. به این حالت سعی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار سخت تمام شد، تا جایی که بعد از 15 شبان روز جبرئیل علیه السلام سوره مبارکه کهف رو آورد و نازل کرد و اولا الله جل جلاله پیامبر رو یک نوع سرزنش کرد. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، هرگز نگو که این کار رو فردا انجام میدم مگر اینکه او رو به مشیت الله جل جلاله معلق بکنه. بعد از او باز سوالایشان که در رابطه با اصحاب کهف بود به طور مفصل پاسخ داده شد که اینا کیا بودن، و همچنین در رابطه با ذوالقرنین سوال کرده بودن، الله جل جلاله مفصلا پاسخ داد. و در رابطه با روح که سوال کرده بودن، الله جل جلاله در سوره مبارکه اسراء باز مختصر در رابطه با روح هم پاسخ داد و فرمود که این مسئله روح چیز نیست که اذهان شما بتونه او رو درک بکنه و او از ذهن شما بالاتر می باشه و جواب مختصری الله جل جلاله مطرح کرد. خلاصه ای که بحث ما از این داستان اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت احتیاج به آمدن وحی داشتن که می آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم رو تأیید میکرد، اما 15 شبان روز تأخیر کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می توانستن از پیش خودشان یک کلامی رو بیان بکنن. اگر پیامبر دروغی نمی بودن، نعوذ بالله، اگر یک شخص دروغگو می بودن، به خاطری که کم نیارن، به خاطری که جلوی مشرکین ضایع نشون، به خاطری که خود رو پایین جلوه ندن، از پیش خودشان یک کلام میست. اما همین انتظار رسول الله صلی الله علیه و سلم مدت 15 شبان روز که خودش دلیلی بر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیش خودشان چیزی سخن نمیگن. قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به، اگر الله میخواست ما اصلا تلاوت میکردم، اصلا نسبت به شما نمیتونستم بکنم. خلاصه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیش خودشان هیچ کاری انجام نمیدادن. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، اگر پیامبر میخواستن که دروغی ببندن، نعوذ بالله که این محال است، امکان نداره، باز هم الله جل جلاله رگ قلب رسول الله علیه و سلم رو قطع. خلاصه ای که این هم دلیلی است بر اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مدت 15 شبان روز انتظار وحی رو کشیدن، در حالی که سخت احتیاج داشتن و اگر ایشان پیامبر دروغین می بودن میتونستن از پیش خودشان آیات رو ایجاد بکنن. دیگه بحث دیگری که میتونن به عنوان دلیل بر اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح کرد اینه که بعض از آیات قرآن کریم مجمل آورده شد و حتی در ابتدا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نمیفهمیدن، تا جایی که صحابه وقتی که سوال کردن میبینید که بعد از مدتی باز آیه دیگری آمد و او رو تشریح کرد و تفسیر کرد. به طور مثال وقتی که این آیه نازل شد ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اگر چیزی رو که درون سینه های شما هست، در سینه های شما، در نفس شما هست، او رو آشکار بکنن یا او رو پنهان بکنن، الله جل جلاله نسبت به آن شما رو مورد محاسبه قرار میده. اینجا بود که این سخت بر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام شد و بسیار پریشان اندوهگین شدن که اگر ما چیز رو آشکار بکنیم بازم مورد محاسبه قرار میگیریم و اگر چیز درون سینه های خود پنهان بکنیم، نیتی هم داشته باشیم، در رابطه با او هم مورد محاسبه قرار میگیریم. تا جایی که
ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید که وقتی که آیه نازل شد فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، بسیار بر اونها سخت شد. فاتوا رسول الله صلی الله علیه وسلم، آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، ثم بركوا على الركب، به زانو افتادن. فقالوا ای رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق، ما مکلف اعمال شدیم که میتوانستیم، مثل چی؟ الصلاة والصيام والجهاد والصدقه، این اعمال ما میتوانیم انجام بدیم. وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها، یا براتون نازل شده ما اینو نمیتونیم انجام بدیم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، آیا شما میخواین مثل یهود و نصارایی که وقتی که برایشان دستور میرسید اینا میگفتن سمعنا و عصینا، شنیدیم و نافرمانی کردیم، آیا شما میخواین که دنبال روی اونا باشین؟ بل قولوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر، اینطور شما بگین خدایا شنیدیم اطاعت کردیم، خدایا از تو طلب مغفرت میخواهیم و تنها بازگشت به سوی تو هست، اینطور بگین. اینجا بود که صحابه وقتی که این رو گفتن، این موقع الله جل جلاله در پی آن آیه نازل کرد آمن الرسول بما انزل من ربه والمؤمنون، ادامه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یعنی چی؟ خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدانستند که ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه چی معنا و مفهومی داره، و از پیش خودشان چیزی نگفتن. این نشان میده که پیامبر خدا هستند. اگر یک انسان دروغین میبودن وقتی که این کلام رو خواندن میتونستن از پیش خود رو یک تفسیر غلط بکنن، یا یک اصلا این آیه رو نمیخواندن بلکه یا رو تبدیل میکردن، ولی معلوم میشه که او پیامبر خدا است، از جانب الله کلامی آورده که حتی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نفهمیدن. وقتی که وحی دوباره نازل شد اون موقع فهمیدن که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله جل جلاله هیچ نفس رو مکلف نمیکنه مگر به اندازه وسع و توان. او اراده‌ای که در ذهن انسان خطور میکنه، او شوق گناهی که در ذهن انسان میایه، گناهی که در ذهن انسان و در دل انسان و قلب انسان میایه، او خب اختیاری نیست، او اضطراری است، غیر اختیاری میباشه. الله جل جلاله نفس انسان رو مکلف و اعمال میکنه که اختیاری است نه غیر اختیاری. به خاطر میبینیم که آیه اول نازل شد خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مفهومی نمیفهمیدن، اما آیه بعدی که نازل شد رسول الله صلی الله علیه و سلم مفهومی درک کردن. به خودش دلیلی است بر نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بحث دیگری است در رابطه با تأخیر وحی در صلح حدیبیه. الله جل جلاله دستور داده بود که اگر کسی یا گروه از مشرکین بر شما تجاوز کردن، شما حق دارن که بر اونها یعنی عمل متقابل مثل انجام بدید. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، شما بجنگید در راه الله جل جلاله با کسایی که با شما میجنگند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه بیرون شدن و به یک مقداری از زار و پیموده بودن، اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردن، رفتن تا جایی که وقتی به حدیبیه رسیدن، شطور رسول الله صلی الله علیه و نام شطور رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که از حرکت باز ایستاده. خلقی هرگز او از حرکت باز نایستاده، به این اصلا طبیعت و قسوانی باشه. ولکن حبس حابس الفیل، همون ذاتی که فیل‌ها رو نگه داشت از ورود به مکه، همون ذات ایرم نگه داشته. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاصه ای که داستان بسیار طولانی است که چه اتفاقاتی افتاد و میرسیم به اون جایی که لازم بود که یک وحی نازل بشه. چندین نفر از طرف قریشی آمدن، مثلا بدیل بن ورقا آمد تا صلح امضا کنه، نشد. باز سهیل بن عمرو آمد، عروه بن مسعود آمد، افراد مختلفی آمدن. خلاصه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم سرانجام تصمیم گرفتن که صلح بکنن. صلح. اینجا بود که تعدادی از صحابه من جمله سیدنا عمر رضی الله عنه بسیار پریشان شدن، ناراحت شدن که ما با چه شوق علاقی بعد از سالیان سال که از مکه دور بودیم، حالا میخوایم بریم به سمت خانه کعبه، اما
رسول الله صلی الله علیه و سلم به نوعی با آنها صلح کرد. حتی صلح‌نامه‌ای هم که نوشته شد بسیار ظالمانه بود، تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نامه‌نویس رو طلب کردن سیدنا علی رضی الله عنه، اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل گفت که اما الرحمن فوالله ما ادری ما هو، ما رحمان رو نمیفهمیم که چی است، ولكن اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم بنویس. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که بنویس باسمك اللهم. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بنویس هذا ما قاضى علیه محمد رسول الله، این چیزی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر او فیصله کرده. سهیل گفت والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، اگر ما میفهمیم که تو پیامبر خدا هستی اصلا با تو نمیجنگیدیم نه جلوی تو رو میگرفتیم از خانه کعبه، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بنویس. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن والله انی لرسول الله و ان كذبتموني، خب پیامبر خدا هستم هرچند که شما مرا تکذیب بکنید، اکتب محمد بن عبد الله. خلاصه ای که چندین شرط بسیار ظالمانه در این صلحنامه نوشته شد. یکی که اگر از مسلمان ها کسی مرتد شد و مشرکین پیوست، مشرکین او رو برنمیگردانند، اما اگر از مشرکین کسی آمد مسلمان شد، مسلمان ها موظف هستند که او رو برگردانند. دیگه شرایط بسیار ظالمانه سر مسلمان ها وضع شد. اینجا بود که سید عمر رضی الله عنه آمد پیش رسول الله گفت الست نبی الله حقا، آیا تو پیامبر بر حق خدا نیستی؟ الست علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ عدونا علی الباطل، آیا دشمن ما بر باطل نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بله. حضرت عمر فرمود فلما نعطي الدنیه فی دیننا، چرا ما این خالی رو در دین ما قبول بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انی رسول الله ولست اعصیه و هو ناصر، پیامبر خدا هستم هرگز نافرمانی الله نمیکنم، او ناصر و یاور و مددکار من خواهد. پیش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رفت. خلاصه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم تصمیم خود رو گرفته بودن به امر الله جل جلاله که باید صلح بشه. به صحابه گفتن که موهای سر خود رو بتراشن و حیوان رو قربانی کنن، حیوانایی که با خودتان سوق دادن آوردن اینها رو قربانی بکنن. اینجا بود که صحابه همه سر جای خود نشسته بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم پریشان شدن، ناراحت شدن، رفتن داخل خیمه پیش ام سلمه رضی الله تعالی عنها، همسرشان که با خودشان به قید قرعه آورده بودن، با اون مشوره کردن. سیدتنا ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمود که یا رسول الله حالت روحی روانی صحابه خوب نیست، اینها بسیار با یک شوق و اشتیاق و ولوله خاصی آماده بودن که برن خانه کعبه رو زیارت بکنن، خانه های آبای و اجدادی خودشان رو ببینن بعد از سالیان سال فراق و دوری. یا رسول الله اگر شما به این کار مصمم هستین پس ابتداء خود شما سر و بتراشن ایوان رو قربانی بکنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم مشوره همسرشان رو بسیار نیک دیدن و رفتن و قربانی کردن، به هر حال سر خود رو تراشیدن. و بعد صحابه وقتی دیدن که هیچ چاره نیست، همه صحابه بلند شدن و این کار رو انجام دادن. بعدها آیات قرآن نازل شد انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یعنی در اوج جایی که لازم و ضروری بود که آیات از قرآن کریم نازل بشه آیه نازل نشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در اون جایی که سخت ضرورت به تأیید داشتن تأیید برایشان نیامد و پیامبر از پیش خودشان آیات رو نساختن که بگن ای مردم ای صحابه بیاین که بر ما چنین وحی نازل شده، آیات رو از پیش خود بسازن. یک کلمه هم چیزی نگفتن. اما وقتی که آیات سوره مبارکه فتح نازل شد انا فتحنا لك فتحا مبینا، اون موقع باز پیامبر صلی الله علیه و سلم رو برای صحابه خواندن. پس معلوم بشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر خدا هستن و از پیش خودشان هیچگاه چیزی نیاوردن، بلکه همیشه و همواره منتظر وحی الله جل جلاله بودن. یکی دیگه از دلایل اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث تأخیر وحی در باب قصه سوره مبارکه مجادله می باشه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. این آیات شأن نزولی داره. اجزن آمد خدمت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه گفت یا رسول الله طالت صحبتی مع زوجی، سالیان سال است که با شوهر خود زندگی کردم و نفضت له بطنی،
من شکم خود رو برای او محلی قرار دادم برای اطفال و اولاد او، چقدر اذیت ها شدم. و ظاهر منی، حالا با من ظهار کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت علیه، تو بر او حرام شد. ظهار در زمانه جاهلیت وقتی که کسی برای خانم خودش میگفت انت علیه ظهر امی، تو برای من مثل پشت مادرم هستی، اینها چین الفاظ رو به کار میبرد، او حرام میشد، زنش بر او حرام میشد. رسول الله چون در رابطه با ظهار حکم جدیدی برایشان نازل نشده بود، مطابق همون قول زمانه جاهلیت عمل میکردند. بعد او زن بسیار با یک دلشکستگی کامل گفت که اشکو الی الله فاقتی، این فقر و ضعف و احتیاج خود رو به پیش الله به شکایت میبرم. بعد باز گفت یا رسول الله طالت بطنی و نفضت له بطنی یا نفضت له بطنی، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت علیه. بار تکرار کرد و رسول الله فرمودن حرام شدی، حرام. و او هر بار که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودن که تو بر او حرام شدی، او میگفت اشکو الی الله فاقتی. بعدها این حاصل شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن برای زن ادعی زوجک، برو شوهر خود رو صدا کن بیا. فتلا علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یا رو بر او خواندن که قطعا الله شنید و اجابت کرد سخن زنی که با تو جدال میکرد، بحث گفتگو میکرد در رابطه با شوهرش و تشتکی الی الله، و شکایت خودش رو پیش الله میبرد. الله یسمع تحاورکم، الله محاوره و گفتگوی شما رو خوب میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق قول و عرف زمانه جاهلیت گفتن که تو بر او حرام شد، اما میبینیم که از پیش خود چیز نسبت ندادن که خدا چنین و چنان گفتن، نخیر، بلکه بعداً منتظر وحی شدن تا اینکه وحی آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متوجه کرد و در ادامه آیات باز حکم ظهار رو نازل کرد که او حکمی که در زمانه جاهلیت بود او رو مقید کرد. در زمانه جاهلیت مطلقاً حرام میشد، اما در اسلام او رو مقید کرد که اگر کسی خانم خود رو ظهار میکنه بعداً باید کفاره باید پرداخت بکنه و بعد از اون میتونه که دوباره با خانم خودش بسری بود. خلاصه ای که بحث ما دلایل اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اینجا چندین دلیل از یک نوع رو بیان کردیم که آیات از قرآن کریم با تأخیر نازل شده، در حالی که سخت ضرورت بوده که در